موضوع آموزش امروزمون احضار در کمتر از 5 دقیقه درس یکی از اساتید بزرگوارمه که انشالله در اختیار شما قرار داده میشه. برای قضای هر حاجتی، برای اجابت حاجتتون یکم اعتقاد داشته باش، نیت داشته باش، انجام بده. شما اصلا قرار نیست جن رو رویت کنی توی این احضار، ولی به امید خدا علامت اجابت خواستتون رو خودتون میبینید. برای درمان بیماری، برای حالا استرداد مال، برای جلب و تهییج، برای هر چی که شما فکر کنید، اما خلاف شرع نباشه. برای این کار وارد اتاق خلوت میشی. اگه اون اتاق پنجره داشته باشه پنجره رو ببند و اون پنجره رو سعی کن اگه نور از اون پنجره میاد یه پرده چیزی بذار. اگه توی اون اتاق آینه هست روی آینه یه پارچه‌ای بذار، مجسمه عروسک توی اتاق نباشه و رو به قبله انجام بده. در اتاق و قشنگ ببند، هیچ هوایی، هیچ بادی توی اون اتاق نباید باشه. حالا یعنی منظورم هوا وارد نشه. خب ببینید دوستان، ابتدا می نویسید سکر و اینجا طبق نوشته ای که من می نویسم بنویسید. هی دو چشم به این شکل می نویسید، به شکلی که من می نویسم باید بنویسید و سپس اینجا می نویسید به این شکل سکر 2 3 4 5 6 7 8 9. اینو نوشتید. وقتی نوشتید اینو تا می کنید. تا کردن به صورت دایره باشه دوستان و از بالا از اینجا به صورت دایره اینجوری اینو تا میزنید. به این شکل باید بشه. بعد یه سپایه، همچین سپایه، یا حالا من نمیتونم بلندیشو براتون بگیرم چون بلنده، همچین سپایه با چوب انار، چوب زیتون، چوب هر درختی که میوه بده درست میکنی. سپایه هر اصلا با هر چوبی درست کن سپایه رو به این شکل. ببینید سه تا من به هم دیگه بستم با این نخ. بعد یه نخ هم آوردم یوش ممکن یا ممکنه به این شکل آویزون کردم. من کاملش الان براتون بگیرم یه لحظه. ببینید دوستان، کامل این سپایه به این شکله. حالا من اینجا هم باز چوب بستم که قشنگ اینا بیستن. میتونید این کارو بکنید، خیلی راحته. و یه سپایه به این شکل شما درست میکنید. وقتی درست کردید این نخو باید به این شکل آویزون باشه. نخ از هر جنسی فرقی نمیکنه، اینجور آویزون بشه. و این برگه‌ای که شما، من میخوام عملی انجام بدم که راحت تو کارتون مشکلی ایجاد نشه انشالله. و این برگه رو به این شکل اینجوری میبندید از وسط. و میذارید این برگه بیسته. خب این برگه باید بیسته. حالا داره تکون میخوره چون من تازه اینو نگه داشتم. این برگه وقتی ایستاد شروع میکنید به خوندن عزیمه. عزیمه 50 مرتبه است. عزیمه هم گفتم 50 مرتبه. عزیمه هم همین سکر. این عزیمه مونه. 50 مرتبه میخونید. وقتی 50 مرتبه خوندید میگید، بعد از این که تموم شد 50 مرتبه سلام میکنی. اصلا با زبان فارسی خودت سلام کن، بگو سلام. اگه اینجا حضور داری برگه رو برام تکون بده. اگه دیدی برگه تکون خورد بدون که اون موکل اونجا حضور داره. بعد خواسته تو ازش بخوا. از شما میخوام که مثلا فلانی زاده فلانی رو به فلانی زاده فلانی برگردون، محبتشونو به هم دیگه بیشتر کن و مال هم بشن. اگه میتونی برام انجام بدی لطفاً برگه رو دوباره تکون بده. برگه باید ایستاده باشه دوباره. ببین شما سلام کردی، حضورشو مثلا مطمئن شدی و برگه تکون خورد. اینجا باز سلام میکنی. اینجا میگی که برگه رو نگه دار. وقتی برگه ایستاد دوباره ازش کار میخوای. میگی که اگه میتونی فلانی زاده فلانی رو به سمت فلانی زاده فلانی برگردونی و محبتشون رو پایدار کنی لطفاً برگه رو تکون بده. اگه برگه رو تکون داد بدون که اون کارت انجام میشه به اذن خدا و نتیجهشو میبینی. یا مثلا کسی بیماره، میگی فلانی زاده فلانی بیماری ناعلاجی داره یا صعب العلاج داره.
اگه میتونی اونو شفا بدی برگه رو برام تکون بده. اگه برگه تکون خورد بدون که کارت اجابت میشه، یه کار بیشتر ازش نخواهید، هفته یه بار میتونید این کار رو شما انجام بدید. یک بار زیاد آوردی. وقتی انجام دادید و مطمئن شدید که کارت انجام میشه، اسرافش رو بخون که منصرف بشه بره. اسرافش به این شکل ببخشید، سوره زلزله رو 3 مرتبه میخونید تا کلمه اشتاتن. وقتی رسیدید به اشتاتن، مثل اسراف عمار مکان میگه اشتاتن، بعد که تموم شد 3 مرتبه سوره زلزله میگید انصرف بارک الله فیک و علیک. این اسراف خودشه، اسراف عمار مکان نیست. این کارو که کردین دیگه کارتون تموم میشه، عمار مکان خودتون هم برگردونید به امید خدا و نتیجه شو میبینید. ساعت این کار هم سعی کنید نیمه شب انجام بدید تا بهتر اجابت بشه، در سکوت مطلق و در یک جای پاک. ساعت این کار نیمه شب هستش، اگه میتونید نیمه شب انجام بدید، امکانش دارید، خیلی بهتره. دیگه شرایط خاصی دیگه نداره، بخور نداره و حالا چیز خاصی که بخوام بگم مثلا روز خاصی داشته باشه میدونم بعداً سوال میکنید. با این برگه چی کار کنیم؟ این برگه رو نگه دارید برای دفعه بعد، اگه خواستید به اذن خدا استفاده کنید میتونید این کار رو انجام بدید. بازم از همون برگه استفاده کنید و این سپایه هم که دارید دیگه خیلی راحته و فکر کنم کل کارتون 3 دقیقه هم طول نمیکشه عظیم خوندن. سکر 50 مرتبه است. به اذن خداوند انشالله نتیجهشو بگیرید و ما رو هم خوشحال کنید. تا آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم.